اما سوال سوم معنای رب چیست؟ و جواب آن این گونه است که او رب به معنای مالک، معبود و مدیریت جهان در دست اوست و او سزاوار پرستش و عبادت. پس معنای رب به معنای مالک، صاحب حقیقی همه چیز، مدبر، تنظیم کننده و تدبیر کننده امور مخلوقاتش، تمام مخلوقاتش، و معین، کمک کننده و پرورش کننده آفریده ها رو، یعنی مخلوقات رو از حالت به حالت دیگر میبرد و تمام مخلوقات رو با آن نعمتایش تربیت مینماید. و معبود یعنی مالک و صاحب، پروردگار برحق، الهی برحق که تنها او سزاوار عبادت است، زیرا آفرینش از آن اوست و تدبیر تمام امور از آن اوست. پس عبادت هم سزاوار اوست، باید او عبادت کرده شود، نه کس دیگری. از این رو وقتی که میگویم رب، معنای حقیقیش که الله متعال صاحب همه چیز است، که همه چیز رو آفرید، اراده میکند، رزق داد و به سوی کمال هم میرساند و تنها اوست که سزاوار پرستش است. و دلیل آن قول الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف فرماید الا له الخلق والامر، آگاه باشید آفرینش و فرمانروایی از آن او پروردگار برحق است. تبارک الله رب العالمین، پروردگار پربرکت است، الله متعال که پروردگار جهانیان است.